نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف متعال هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. همچنان با شما هستیم با ترجمه معانی آیاتی دیگر از سوره دیگر از کلام الله مجید، سوره مبارکه قلم، 68مین سوره قرآن کریم و دومین سوره جزء 29 که در مکه مکرمه نازل شد. سوره مبارکه قلم همان گونه‌ای که از نامش مشخص هست درباره قلم و اهمیت قلم برای ما صحبت می‌فرماید در ابتدای این سوره و به همین خاطر به نام قلم معروف شده است. الله تعالی در این سوره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم و ما یسطرون. نون حروفی در ابتدای برخی از سوره‌های قرآن کریم آمده که به همین شکل نوشته میشه و اسم حرف خوانده میشه. ما بهشون میگیم حروف مقطعه. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، یاسین، قاف، نون. اینها تاها اسمهایی هستند که به اسم اینها تعابیری هستند که به اسم حروف مقطعه معروفن و در ابتدای سوره ها ذکر میشن و مفسرین در این باره فرمودن که الله متعال با این کلمات نشان میده به مخاطبین قرآن کریم که این قرآن کریم از همون حروفی درست شده است و از همون حروفی است که شما دارید صحبت میکنید و همون حروف الفبایی که شما آشنا هستید با اون و اگر فکر میکنید این قرآن از طرف یک انسانی است، از همون حروفی است که شما صحبت میکنید، شما هم قرآنی بمانند این بیاورید. و هرگز نتوانستند در طول 1400 و اندی سال بشر تا به امروز و هرگز نخواهد توانست که نه تنها کتابی بمانند این کتاب بلکه سوره‌ای کوچک بمانند یکی از سوره های این قرآن کریم بیاورند. نون والقلم و ما یسطرون، قسم به قلم و آنچه که می نویسد. الله متعال به قلم قسم فرمودند و قسم خوردند، چرا که قلم بسیار مهم است. قیافه حالا شکل کوچکی داره و اندازه کوچکی، اما کاری که انجام میده کار بسیار عظیم و مهمی است. قلم آیات قرآن کریم رو می نویسه برای ما. قلم آیات تورات و انجیل رو می نوشت. قلم لوح محفوظ رو می نویسد. قلم بسیاری از خیرها و برکات رو می نویسد. قلم علم مفید رو برای ما می نویسه و پخش و نشر میکنه. قلم بسیار مهم است. کسی که قلم به دست میگیره باید بترسد از عظمت آنچه که در دست اوست، سلاحی که به دست داره، و متوجه باشه که چیزی ننویسه که بر علیه او استفاده بشه. این سلاح عظیمی است و باید دانست که چگونه استفاده بکنه. آنچه که قلم می نویسد خودش ثبت خواهد شد و بر علیه ما یا به نفع ما استفاده خواهد شد. پس مواظب باش وقتی قلم به دست میگیریم چیزی ننویسی که بر علیه تو در آن دنیا استفاده بشه. قلبی را نرنجانی، اعتقادی رو زیر سوال نبری، فحشایی رو پخش و نشر نکنی، کینه و بغضی رو بیشتر و بیشتر نکنی، بلکه در راه خدمت به دینت، اعتقادت، به انسان و انسانیت گام برداری و قلمت بنویسد. والقلم و ما یسطرون، قسم به قلم و آنچه که می نویسد. ما انت بنعمت ربک بمجنون، به برکت نعمتهایی که الله متعال به تو داده تو هرگز مجنون و دیوانه نبوده ای. تو با این همه نعمتی که الله تعالی به تو داده چگونه دیوانه میشوی ای پیامبر عزیز من؟ چگونه امکان داره که تو محمد من دیوانه باشی؟ عده‌ای که گمان میکنند، رسول الله علیه الصلاه و السلام گمان میکردند و عده‌ای از
کسانی که پیروان اون کفار صدر اسلام هستند تا به امروز و قیام قیامت که فکر میکنن رسول الله علیه السلام دیوانه بوده است، الله متعال میفرماید با این همه نعمت چطور ممکن است که تو دیوانه باشی و جنون به سراغ تو آمده باشد. و ان لک لاجرا، نگران نباش، هر آنچه که بر علیه تو استفاده بکنن هم برای تو اجر و پاداش دارد، برای تو اجر و پاداشی بی نهایت آماده شده است. و ان لک لاجرا غیر ممنون، برای تو اجری بی پایان است، پایانی نداره اجری که برای تو ای محمد نازنین. رسول الله علیه السلام هر کسی که در این امت از پیروانشان عبادتی بکنن نسخه‌ای به حساب رسول الله علیه السلام نوشته خواهد شد، چون ایشان سبب هدایت همه شدند و این اجر بی پایانی است و الان چه که الله متعال به ایشان خواهد داد. عزیزترین مخلوق عالم رسول الله صلی الله علیه و سلم و این اجر بی پایان به خاطر چیست؟ و انک لعلی خلق عظیم، و همانا تو بر اخلاقی بسیار عظیم و مکارم اخلاقی والایی قرار داری. و انک لعلی خلق عظیم، تو در بالاترین درجات اخلاق و مکارم اخلاقی هستی ای پیامبر نازنین من. اینکه رسول الله علیه السلام در عقل و درایت و حکمت و شخصیت بر تمام انسانها برتری دارن شکی نیست، اما آنچه که الله متعال در این آیه ذکر میکنن به صورت خاص از تمام فضایل رسول علیه السلام اخلاق بالای ایشان است. این نشان از اهمیت اخلاق داره در اسلام، این نشان از اهمیت اخلاق در راه دست یافتن به درجات والای انسانی داره. این نشان از این داره که اخلاق خودش به تنهایی یک عبادت عظیم است. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، حتی فرمود ای پیامبر نازنین من اگر تو تندخو و سخت دل می بودی و سنگ دل، این صحابه جان برکفی که حاضرن جان خود رو پرپر بکنن برای تو، فدا بکنن، پروانه هایی به مانند شمع دور تو میچرخند، اینها به مانند پروانه‌ای که دور شمعی میچرخند دور تو میگردند، اینها تو رو ترک میکردن و فرار میکردن. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. حتی رسول الله علیه السلام اخلاق رو الله متعال ذکر میفرماید بهترین اخلاق رو داری. اخلاق بسیار مهم است. اخلاق در دین ما وزنه بسیار سنگینی است. اخلاق در دین ما ارزشمند. رسول الله علیه السلام فرمود نزدیکترین شما روز قیامت به من خوش اخلاق ترین شماست و بهترین شما در ایمان خوش اخلاق ترین شماست. و فرمود کسی که خوش اخلاق است، کسی که خوش اخلاق است با اخلاق خوش خود، درجه کسی که روزها روزه میگیره و شبها شب زنده داری میکند رو کسب خواهد کرد. اخلاق چو وا نمی کنی گرهی، خود گره مباش، ابرو گشاده دار گر دستت گشاده نیست. اگر انسان نمیتونه صدقه‌ای بکنه، بهترین صدقه اخلاق است. تبسمک فی وجه اخیک صدقه، همین که لبخندی میزنی در صورت انسان مسلمان دیگری، در صورت هر انسانی، این خودش یک اخلاق بالاست و ارزشمند است. اخلاق نسبت به انسانها، اخلاق حتی نسبت به حیوانات. وقتی که زن بدکاری به خاطر آب دادن به سگی به جنت میره و بهشت میره، این اخلاق است و عظمت اخلاق. و در مقابل وقتی که زن دیگری به خاطر عذاب کردن گربه‌ای که رو در قفس گذاشته بود و آب و نان نمیداد و او از بین رفت، به دوزخ میره. این اخلاق است. اخلاق انسانها رو متحول میکنه. اخلاق است که بسیار تاثیرگذار است. اگر یک برنامه که به جای خود 10 برنامه هم درباره همین آیه فقط صحبت کنیم، و انک لعلی خلق عظیم، تو در بالاترین درجات اخلاقی و مکارم اخلاقی قرار داری، حق مطلب رو ادا نکردیم. باید آنچه که در اخلاق رسول علیه السلام هست ذکر بکنیم، از گذشتش، از رحمتش، از محبتش، از عشقش، از صفاش، از شجاعتش، از تمام صفاتهای اخلاقی که در وجود ایشان هست، از خوبیهای ایشان. اخلاق بسیار مهم است. بیا تا من تو هم مسلمان خوش اخلاقی باشیم. مگر میشه مسلمان بد اخلاق اصلا؟ مسلمان بد اخلاق در اسلام خود مشکل دارد. اسلام میفرماید بهترین صفت پیامبرش خوش اخلاقی است. و انک لعلی خلق عظیم فستبصر و یبصرون، تو هم خواهید دید و آنها هم خواهند دید که تو رو متهم میکنن به دیوانگی. به ایکم المفتون، که دیوانگی و جنون به سراغ کدام یک از شماها آمده است؟ دیوانه تویی
یا من محمد من با آنها بگو دیوانه تویی یا من، بزودی خواهیم دانست که دیوانه کیست. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پروردگارت آگاه تر است به کسانی که از راه او گمراه شدند و یا کسانی که به راه او هدایت یافتند. هدایت و راهنمایی رو خودش بهتر میدانه که کی راهنما شده به حق و حقیقت و کی خارج شده از مسیر هدایت. الله متعال بهتر میداند. این معنا که این وظیفه الله متعال است. بگذار کاری نداشته باش با مردم، نگو فلانی گمراهه، نگو فلانی هدایت یافته است، این بهشتیه اون دوزخیه. این وظیفه من و تو نیست، این وظیفه الله متعال است. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین. از اخلاق بالا این است که تو پیروی نکنی از انسانهایی که دروغ میگویند و تکذیب میکنند دعوت انبیای الهی رو و شبیه نشی به اونها خودت رو شبیه نکن. ودوا لو تدهن فیدهنون. آنها دوست دارند تا تو نرمش بکنی با آنها نرمش بکنن. آنها دوست دارند تا تو کوتاه بیایی از برخی از اعتقادات خودت، برخی از احکام شریعت خودت. کفار این صلاح اونهاست. ودوا لو تدهن فیدهنون. دوست دارند تو کوتاه بیایی از اعتقادت، از باورت، از التزامت به دین، از حجاب، از احکام شریعت، از آنچه که در دین توست، از سنت ها، تا اونها هم بگن ما در مراودات سیاسی خود با شما، ما در تعامل خود با شما، ما هم کوتاه میایم. وقتی که کافری از اعتقاد و باورش و یا هر چی که به او باورمنده یا قانون خودش کوتاه بیاد، مقداری از باطل خودش کوتاه آمده و ضرری نکرده. اما وقتی مسلمانی کوتاه آمد، مسلمان با این کوتاه آمدن تمام آنچه که داشته رو از دست داده است. نباید کوتاه بیاد مسلمان کوتاه نخواهد آمد. ادخلوا فی السلم کافة. اسلام فرموده است در اسلام همه تن داخل بشید، همه جانبه باید داخل بشید. مشرکین میخواهند که تو کوتاه بیایی تا آنها هم کوتاه بیایند و میگفتن مقداری ما عبادت میکنیم خدای تو رو، تو هم مقداری عبادت کن خدای ما رو و با هم کنار خواهیم آمد. ولا تطع کل حلاف مهین. اطاعت نکن، فرمان مردار اینها نباش و هم نشین اونها نشو و مثل اونها نباش. کسی که زیاد قسم میخوره، هر کسی که حلاف مهین بسیار حلف میخوره و قسم میخوره، حلف یعنی قسم، حلاف کسی که بسیار قسم میخوره. کسی که بسیار قسم میخوره دنبالش نرو، بهش اعتماد نکن و ازش اطاعت نکن. اون کسی که بسیار قسم میخوره و خوار و ذلیل است. هر کسی که زیاد قسم میخوره از چشم مردم میفته. انسان صادق نیاز به قسم خوردن نداره. انسان مسلمان زیاد اهل قسم خوردن نیست. این آیات درباره ولید ابن عتبه نازل شد. ولید ابن مغیره، این آیات درباره پدر خالد رضی الله عنه ولید ابن مغیره نازل شد وقتی که رسول الله علیه السلام رو آزار و اذیت میداد. اون کسانی که الله فرمود انسانی که بسیار دروغ میگوید، انسانی که بسیار قسم میخورد به دروغ و بسیار خوار است، هماز مشاء بنمیم، بددهن غیبت کننده ای که به دنبال سخنچینی بین این و آن است. این صفات خیلی بد است. همه این صفات، کسی که بسیار قسم بخوره، انسانی که سخنچینی میکنه، انسانی که بددهن است، اینها از صفات مذموم است. اینها از صفات انسانهای آزاده نیست. الله متعال فرمود اصلا دنبال این آدما نرید. آدمی که زیاد قسم میخوره، آدمی که بددهنه، آدمی که سخنچینی میکنه، مناع للخیر، کسی که جلوی خیر رو میگیره، معتد اثیم، گناه پیشه‌ای که متعدی میکنه و تجاوز میکنه به دیگران، به دست دراز میکنه به حق دیگران، مال دیگران، آبروی دیگران، ناموس دیگران. این صفات رو دور بریزید. اصلا سراغ همچین انسانهایی نرید. عتل بعد ذلک، انسان تندخوی، درشت خوی، بدتینتی که بعد ذلک زنیم، که اصل و نسبی هم نداره. بعد از این کسی که اصلا اصل و نسبش مشخص نیست. ان کان ذا مال و بنین، همه این کارها رو میکنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مال داره و فرزند داره. مالش و فرزندش او رو واداشته به این صفات بد کمچین انسانی بشه. اذا تتلى علیه آیاتنا، وقتی آیات ما بر او خوانده می شود میگوید قال اساطیر الاولین، گفت که این افسانه پیشینیان است و قبول نکرد. سنسیمه علی الخرطوم، ما بر بینی او نشانه میگذاریم در این دنیا و در آن دنیا هم او رو در دوزخ نشانه خواهیم گذاشت بر بینی او. کنایه از این است که این انسان عذاب خواهد شد در دوزخ و در همین دنیا هم این انسان همین گونه شد و زخمی بر بینی او بود که تا آخر زمان حیاتش در دنیا و قبل از هلاکتش داشت و در بعد از اینکه هلاکت شد به دوزخ رفت.
ان بلوناهم، من الله با عظمت آنها را آزمایش کردم، کما بلونا اصحاب الجنه، همان گونه‌ای که آزمایش کردم اصحاب افرادی که یک باغی داشتند، صاحبان اون باغ رو. داستانی را الله متعال اینجا ذکر می‌فرماید از چند فرزند یک پدر که پدر صالحی بود و فوت کرد و باغی رو به ارث گذاشت برای فرزندانش. او در این باغش، محصول باغش، همیشه یک سهمی رو برای مساکین و مستضعفان و ایتام در نظر می گرفت. اینها به اونها وصیت کرد که این کار رو بکنید، هنگام برداشت محصول مساکین رو خبر کنید، به اونها بدید از محصول این باغ. اما اینها تصمیم گرفتن این کار رو نکنند و اون حق رو به اونها ندن. اذ اقسموا، قسم خوردن، لیصرمنها مصبحین، که ما میچینیم میوه های باغ رو صبح هنگام، زود میریم، انقدر زود میریم سحر حرکت میکنیم که کسی خبر نشه. ولا یستثنون، و استثناء نکردن از این صحبتشون که میچینیم به استثنای اون مالی که میدیم به مساکین. و یا در تعبیر دیگر ماشاءالله انشاءالله نگفتن میریم اگر خدا بخواهد، و این استثناء رو برای حرفشون قائل نشدن. فطاف علیها طائف، وقتی که اینها تصمیم جدی گرفته بودن که حق مساکین رو ندن، انقدر این نیت اینها بد بود. کسانی که نمیخواهند که حقی به مساکین داده بشه، نمیخواهند که به مسکین کمک بکنن، این صفت انقدر بد است. الله متعال میفهمد انقدر این صفت بد است که اینها هنوز این کار رو انجام نداده عذاب بر اونها نازل شد. فطاف علیها طائف، پس دور زد بر اونها یک عذابی بسیار سخت، من ربک، که از طرف پروردگارت، و هم نائمون، در حالی که اونها خواب بودن و هیچ گمارش رو نمی‌کنن. فاصبحت، اون باغ اونها شد به مانند کالصریم، به مانند شبی تاریک. همه اون باغ سوخت و به مانند باغی که تمام آنچه که دارد رو بریده باشن و چیده باشن، همه چی از بین رفت. فتنادوا مصبحین، اینا تازه از خواب بیدار شدن و خبر ندارن از حال باغشون که چه بلایی سر او در آمده. فتنادوا مصبحین، همدیگر رو ندا کردن صبح هنگام. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، که حرکت بکنید، زود خارج بشید از خانه خود برای چیدن اموالتون اگر میخواهید که این کار رو زود انجام بدید. فانطلقوا و هم یتخافتون، اونها حرکت کردن در حالی که با هم دیگه پچ پچ میکردن، مخفیانه صحبت میکردن در بین مسیر. الا یدخلنها الیوم علیکم مسکین، به هم دیگه میگفتن که هرگز امروز مسکینی رو اجازه ندید که بر شما وارد بشه در این باغ، به این معنا که امروز هیچ مسکینی رو حق نخواهیم داد و از مالی که داریم به هیچ مسکینی نخواهیم بخشید. و غدوا علی حرد قادرین، اونها صبح هنگام به این وقت، صبح در بامداد، حرکت کردن به این تصور که قادر خواهند بود جلوی مساکین رو بگیرن و مساکین رو راه نخواهند داد، با این کارشون به باغشون به سهمی به اونها نخواهند داد. فلما رأوها، وقتی که آمدن و دیدند باغ خود رو، آمدن الان تصمیم قطعی گرفتن که حق نخواهیم داد به مساکین. فلما رأوها، وقتی که باغ خود رو دیدن، قالوا انا لضالون، ما گفتن راه رو گم کردیم، اینجا باغ ما نیست. آنچه که می‌دیدن باور نمی‌کردن، فکر کردن اشتباه آمدن، مسیر رو گم کردن. بعد که کمی با خود تفکر کردن، این طرف اون طرف رو نگاه کردن که این باغ همون باغ اونهاست، این باغ همون باغ است. بل نحن محرومون، گفتن نه، گمراه نشدیم، ما راه بیراهه نرفتیم، راه رو گم نکردیم. بل نحن محرومون، ما محروم شدیم از نعمت الله متعال به خاطر نیت بدی که داشتیم. محروم شدن، چقدر انسان‌هایی که محروم شدن از آنچه که در مسیر زندگی اونها قرار داشت به خاطر این که نمیخواستن به مساکین حقی بدن، به مستضعفین حقی بدن، به کسانی که نیازمندن حقی بدن. قال اوسطهم، یکی از اونها که بهتر از دیگران بود، منصفتر از دیگران بود، گفت الم اقل لکم، مگر من به شما نگفتم لولا تسبحون، چرا تسبیح الله متعال رو نمیگید؟ چرا به تقدیس و تحمید الله متعال مشغول نمیشید و دست بر نمیدارید از این نیت شوم؟ چرا بیاد الله متعال نیستید و الله متعال رو راضی نمی کنید؟ من نگفتم که این کار رو نکنید، مگر نگفتم بگید ان شاء الله
مگر نگفتم که شما الله متعال رو فراموش نکنید. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، گفتن که پاک و منزه است پروردگار ما ظلم کردیم به خود. اینها بعد از اینکه باغ اونها از بین رفت به اشتباه خود پی بردن و اعتراف کردن به اشتباه خود، گفتن ربنا انا كنا ظالمین، بار الله ما ظلم کردیم به خود با آن نیت شومی که داشتیم. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، برخی از اینها رو کردن به سمت یکدیگر، شروع کردن به ملامت هم دیگر. این اون رو ملامت میکرد و اون این رو ملامت میکرد و این اون رو ملامت میکرد، همدیگر رو ملامت میکردن که میگفت تو مقصر هستی، اون میگفت تو مقصر هستی. قالوا یا ویلنا، گفتن وای بر ما، انا كنا طاغین، ما طغیان کردیم، از اون حدی که باید میگذشتیم گذشتیم، از اون حدی که نباید میگذشتیم گذشتیم و طغیان کردیم و گناه بزرگی مرتکب شدیم. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، امید است که الله متعال برای ما جایگزین نماید بهتر از این باغ رو. چشمشون به باغ است و همه چیز سوخته و از بین رفته و این باغ تا دوباره بخواد باغی بشه زمان طولانی لازم است. اما ناامید نیستن از رحمت الله متعال. به اشتباه خود پی بردن، اشتباه کردن اما به اشتباه خود معترف شدن، با امید این رو داشتن که الله متعال دوباره به اونها کمک بکنه. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، باشد که الله متعال از ما درگذر بشود و بهتر از این رو به ما ببخشد که ما به سوی الله متعال رغبت کننده ایم و حرکت کردیم، توبه کردیم و بازگشتیم. کذلک العذاب، عذاب الله متعال این گونه است، این گونه الله متعال عذاب خود رو خواهد فرستاد. ولعذاب الاخرة اکبر لو كانوا یعلمون، عذاب آخرت دردناکتر است، سخت‌تر است اگر آنها می‌دانستند. الله متعال در بیان ذکر داستان اینها نکته بسیار مهمی رو برای ما و شما ذکر میکنه. اینها حتی اون نیتشون رو عملی هم نکردند. حکایت مسکین، حکایت فقیر، حکایت تعامل با کسی که نیازمند است انقدر حساس هست، انقدر مهم است که حتی نیت شوم و نیت بد در تعامل با اونها هم این گونه عذاب الهی رو در بر خواهد داشت. از صحبت اینها با یکدیگر در پایان داستان مشخصه که اینها انسانهای کافری نبودند، اینها انسانهایی بودند که الله را می شناختند و توبه کردند و گفتند انشاءالله الله تعالی بهتر از این را به ما بدهد، ما انا الی ربنا راغبون، ما به سوی الله متعال رغبت می کنیم و برمیگردیم. همه اینها نشان از این داره که اینها فقط نیت بدی داشتند. مسکین، چقدر از مسکین ها و فقیرهایی هستند که ما و شما به اونها بی توجهی کردیم، از کنار اونها گذر کردیم، در زندگیمان، در خانوادهمان، در فامیلمان، در خویشاوندانمان، در محلهمان، در بین دوستان و به اونها توجه نکردیم و چه میدانیم که این بی توجهی های ما چه بلاهایی که سر ما نیاورده و احیانا خبر نداریم. خیلی وقتها وقتی که پنهانکاری میکنیم تا فلانی خبر نشه، میگیم اگر این کار رو بکنیم این اتفاق بیفته، خبر نشه فلانی که از ما چیزی طلب نکنیم، پولمون رو مخفی بکنیم، آنچه که داشتیم درآمدمون رو مخفی بکنیم. الله متعال از ما نخواسته که همه رو علنی بکنیم، اما بین ما و الله متعال نیت‌های ما مهمه. الله تعالی با نیت اینها اونها رو مجازات کرد و مؤاخذه کرد. این نیت رو دوست نداشت. الله متعال میخواد که قلب ما پاک باشه، نیت‌های قلبی ما پاک باشه. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اگر الله تعالی در قلب تو خیر بیابد به تو خیر خواهد داد و اگر در قلب ما شر باشه مثل این داستان به ما شر خواهد آمد و الله متعال ما رو مؤاخذه خواهد کرد. عبادت قلب بسیار مهم است و نیت ما بسیار مهم است. نیت کنیم که به مساکین، که به فقرا، که به نیازمندان کمک بکنیم هر چقدر میتونیم. علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف، کسی که دستش باز بیشتر، کسی که دستش بند کمتر، هر چقدر برگ سبزی تحفه درویش. و اینه که در نیت‌های خودمون این رو داشته باشیم که تا میتوانیم کمک بکنیم. اینطور نباشه که بدمون بیاد از مسکین، از فقیر نیت داشتن هم، نیت دادن هم نداشته باشیم. این قلب رو باید دریادل باشیم، باز کنیم،
آنچه که ما میبخشیم الله متعال به ما داده. و ما بکن من نعمت فمن الله. نترسیم از این که دوباره الله متعال به ما نخواهد داد، هرگز این گونه نیست. نترسیم از این که فقر به سراغ ما بیاد. الشیطان یعیدکم الفقر. این شیطان است که ما رو وعده به فقر میده. دست به جیب کردیم دنبال پولهای خورد مرده بریزه ریزه و پولهایی که کسی نمیگیره در بازار به دنبال اون نگردیم. وقتی که میخوایم معامله بکنیم با الله متعال، صدقه بکنیم، از فقر نترسیم، از آینده نترسیم، به الله متعال اعتماد بکنیم، مسکین رو از خود نرانیم. عبادت صدقه دادن به مساکین بسیار ارزشمند است، بسیار عبادت بزرگی است. حتی نیت ضرر رساندن به اونها جرم است، حتی نیت خوبی کردن به اونها عبادت است. و رسول الله علیه السلام فرمود اگر کسی که الله تعالی به او مال نداده است اما علم و درک دینی به او داده، این انسانی رو میبینه که الله تعالی هم به او مال داده و هم به او درک دینی داده و علم دین داده است و او مالش رو در اون جایی که باید خرج بکنه خرج میکنه. و این نفر دوم میفرماید که لو ان عندي مالا لعملت بعمل فلان. اگر من مال میداشتم به مانند اون انسان کار خیر میکردم، صدقه میدادم، کارهای انسان دوستانه انجام میدادم، به یتیم ها میرسیدم، به مساجد کمک میکردم، کارهای خیریه میداشتم. اگر من مال میداشتم این کارو میکردن اجروهما استوا. رسول الله علیه السلام فرمود این انسانی که هیچی نداره اما قلبی باز داره و فراخ داره، درد و هم داره و غم داره برای اینکه بتونه کاری بکنه، این پیش الله متعال انگار که اون عبادتی رو که او انجام داده، چون این هم نیت میکرد کاش من هم میداشتم مثل این انجام میدادم، الله تعالی به اندازه ثواب او کامل به این هم خواهد داد، چون اگه میداشت این کار رو میکرد. عبادت هایی که ما میتونیم بنشینیم و در خانه عبادت بکنیم. وقتی میبینید کسی کار خیر میکنه بگو خدایا اگر من هم میداشتم این کار رو میکردم، کاش میداشتم این کار رو میکردم. این بسیار ارزشمند است نزد الله متعال. همین که ما نیت خیر داشته باشیم خودش عبادت است و اگه نیت شر داشته باشیم خطرناک است. نیت شر هم خطرناک است. همین که بدمون بیاد از مساکین، همین که بدمون بیاد از فقرا، همین که خوشمون نیاد که اونها کمک بکنیم. و ما بکن من نعمت و من الله. آنچه که پیش تو از الله تعالی است. تمام آنچه الله تعالی به من تو داده اون مال الله تعالی است. فکر نکن مال من توه. چند روز امانت دست من تو، یک روز بعد حساب بدیم. و فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. در مالهای شما حقی مشخص است برای کسی که سائل است میطلب از شما و اون که محروم است نمیطلبه و همین چون نمیطلبه محروم مانده حتی از طلب کردن هم و یا کاری پیدا نکرده محروم مانده از دستمزدی و از شیئی و باید اونها کمک کرد. حواسمون باشه دور بری های خودمون رو بررسی بکنیم، بسنجیم، ببینیم هر که نیازمند است. نه نیاز نیست که حتما کسی بیاد دست دراز بکنه جلوی تو تا بو ببخشی. بعضی ها رو باید شناسایی کرد و به اونها کمک بکنیم تا الله متعال به ما کمک بکنه. الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی. الله متعال بنده خود یاری خواهد کرد تا وقتی که بنده برادر خود رو یاری خواهد کرد. ارحموا فی الارض یرحمکم من فی السماء. رسول الله علیه السلام فرمود به اهل زمین رحم کنید تا اهل آسمان هم به شما رحم نمایند. این داستان درس عبرتی است. انسان‌های مسلمان خداشناسی که فقط نمیخواستن به مساکین کمک کنن، الله متعال اونها رو از یک نعمت بزرگ محروم کرد و تمام نعمتشون رو، تمام تجارتشون و باغشون و سرمایه‌شون رو از دست دادن. هنوز عملی هم نکرده بودن. حال چه برسه وقتی که ما عملی میکنیم، چه برسه وقتی ما اهانت بکنیم به فقیری، به مسکینی، توهین بکنیم، مسخرش بکنیم، چه بلایی سر ما خواهد آمد. الله متعال همین ما و شما رو نجات بده از این که در همچین گناهانی و همچین عذابهایی بیفتیم که عذاب آخرت برای ما سخت‌تر خواهد بود. الله متعال همین ما و شما رو از عذاب دنیا و آخرت در پناه خود محفوظ نگه دارد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگه دارد. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني